ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن گستو نیاید هیچ کار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. درود بر روح روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خدمت همه بینندگان ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحتمند بوده باشیم. البته امروز همچنان در یک از ویدیوهای دیگر من محمد افضل سخیزاده همراه همکار ما انجینر صاحب موسی زاده به خدمت شما هستیم. قسمی که اکثریت دوستا در جریان هستند، در لابلای یکی از روزها ما با یک طفل نازنین سر خوردیم که اسمشان نورالله می باشه. اینا از قسمت پا آسیب جدی خورده بودند که در قسمت گشتن راه رفتن مشکل داشتن. البته بنابر سعی تلاش همکارای ما با متخصصین ارتوپدی در ولایت بلخ مشوره صورت گرفت و قرار بود در ابتدا اینا عمل شوند و همچنان زمانی که در شفاخانه کلینیک مراجعه صورت گرفت و متخصصین ارتوپدی بر ما نظریه زیر دادند که از عمل کرده بهتر بر ای است که تا هم تغذیه سالم شوند، هم رژیم غذایی داشته باشند و همچنان ورزش نمایند. متخصصین ارتوپدی در ولایت بلخ ما یک اراده باسکل زمینی یا باسکل خانگی می باشه که شما تصویر میبینید برشان تهیه کردیم. از این طریق اینا هم از طرف صبح از طرف عصر با ورزش نمودن و با مو رژیم های غذایی مخصوص خودشان از طرف صبح انشاءالله به مدت کوتاه ما به نتیجه میرسیم و بعد از این نورالله جان لازم نیست که با عصا را بگرده و مثل سایر اطفال نازنین میتونه آهسته آهسته راحت‌تر و نرمال را بگرده. خوش خوب تشکر اتمام خانه عصبات زنگمون شروعم دابر بی دست پای دی شروعم زمان شباسم هیچ برادری پندمان زمان شباسه بودن یک سیکی دویدم بیرون شروعم مایلم خالی بیاد کنیدم ماسد یا عملیات کردی جل ماره خوب پول خرج کردی خاطر کردی جل ماره آخرین جایشون چه کمک کردم منشور باید کلدو آل بیرده نه منشور که ترم ویده منشور منشور تو باتره ولتر خوب تشکر کنم میری خوب خوش بودم بلا ماستن. تشکر آتا جان.